سلام، وقتتون بخیر باشه. من فرمهرم و توی این ویدیو میخوام باهاتون درباره اهمیت سرمایه گذاری صحبت بکنم. خیلی ممنونم که دارید ویدیوهایی که توی این کانال من میذارم رو دنبال میکنید و توی قدم اول میخوام ازتون بخوام که اگه سوالی دارید زیر این ویدیو از من بپرسید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال من رو هم سابسکرایب بکنید. ممنونم ازتون. محتوای این ویدیو با ویدیوهای قبلی که من توی این کانال گذاشتم یه مقدار متفاوته، ولی به نظر من اهمیتش اگه بیشتر از ویدیوهای قبلی نباشه کمتر اصلا نیست. توی ویدیوهای قبلی بیشتر درباره چگونگی گرفتن وام دانشجویی و بازپرداخت اون صحبت کردیم. حالا یه سری نکات رو با هم دیگه مرور کردیم درباره اون و توی این ویدیو میخوایم به بازار مالی بیشتر توجه بکنیم، سرمایه گذاری توی اون. بحث سرمایه گذاری تو زمینه ملک و بازارهای دیگر رو حالا سعی میکنم توی آینده با هم دیگه مرور بکنیم. بیشتر توی این ویدیو سعی میکنیم درباره بازارهای مالی، بازارهای سهام صحبت بکنیم و با هم دیگه و اهمیتی که سرمایه گذاری توی اونها توی بازه کاری ما داره و در نهایت ثروتی که میتونیم از این زمینه به دست بیاریم و با هم دیگه یه مرور کلی داشته باشیم. من اگه بخوام از تجربه خودم شروع بکنم، از زمان بچگیم من یادمه که پدر مادرم آخر هر ماه اگه یه مقداری از حقوقشون باقی میمون اینو تبدیل میکردن به یک طلایی که حالا کارمزد کمی هم براش میدن، یک طلای دست دومی چیزی که کارمزد کمی هم براش بخوان بدن و اینا رو جمع میکردن حالا تا یه مبلغ قابل توجهی بشه. خرید طلا، خرید ملک، اینجور چیزها رو ماهایی که توی ایران بودیم خوب باهاش آشناییم، میدونیم پروسش چجوری کار میکنه و دید بلند مدتی باید بهش داشت. ولی چیزی که ماها کمتر باهاش آشناییم توی ایران سرمایه گذاری توی بازارهای مالیه، بازار سهامه و احساس میکنم ما یه دید خوبی به دلیل حالا کمبود اطلاعات توی ایران از این قضیه نداریم. حالا از طرفی چون ماها مهاجرت کردیم و اومدیم توی کشور جدیدی وارد شدیم و شرایط جدیدی اینجا داره، داریم آشنا میشیم با اینکه حالا یه سیستم اقتصادی جدید دارن معمولا این کشورها و این سیستم اقتصادی بر یه پایه و اصول دیگه ایه. یکی از این پایه هایی که ما باید باهاش آشنا بشیم 100% بازارهای مالیشونه، بازار سهامشونه که من سعی میکنم توی این ویدیو درباره اون یه سری توضیحات کلی رو برای شما بدم. ما بیایم بازار سهام رو از بیرون بخوایم یه نگاهی بهش داشته باشیم و المانهاش رو یه بررسی بکنیم، شما صنایع مختلفی رو میبینید که توی این بازار وجود داره، از تکنولوژی، ماشین سازی، حالا صنایع مختلف. هر کدوم از این حالا ما بهشون بگیم مثلا شرکت ها، کارخونه هایی که توی این فیلد ها دارن کار میکنن، زمانی که حجمشون از یه حدی بزرگتر میشه و یه سری المان ها رو میتونن، یه سری پارامترها رو میتونن بگذرونن، اجازه این رو پیدا میکنن که وارد بازار سهام بشن. حالا منظور ما چیه از این که اجازه این رو پیدا میکنه که وارد بازار سهام بشه؟ شما اگه در نظر بگیرید یک شرکت ارزشش مثلا 1,000,000 یورو باشه، اگه یک فردی مثلا من پیدا بشه که میخواد این شرکت رو خریداری بکنه و اون شرکت مالی یک شخص باشه، من 1,000,000 یورو به اون شخص باید پول بدم، این ترانزکشن انجام بشه و در قبال اون من صاحب جدید این شرکت میشم. حالا این حجم این شرکت، ارزش این شرکت اگر از یه حدی بیشتر بشه، احتمال اینکه یک فرد بتونه اون شرکت رو خریداری بکنه خیلی کمتر میشه. مثلا اگه اون شرکت از ارزشش از 1,000,000 یورو بشه 1,000,000,000 یورو، احتمال اینکه یک فردی مثل من پیدا بشه که بتونه اون شرکت رو یک جا خریداری بکنه خیلی پایین تر میاد. همین دلیل صاحبان یک شرکت وقتی حجمش از یک مقداری بزرگتر میشه، تمایل به این پیدا میکنن که بیان این رو، ارزش اون شرکت رو به یه تیکه هایی بشکنن، کوچیک کوچیک بکنن و این قسمت های کوچیک رو به تعداد بیشتری آدم بفروشن. اگر ما هر کدوم از اون قسمت های کوچیک رو یک سهم در نظر بگیریم، شما با خریدن هر کدوم از اون سهام ها، هر کدوم از اون سهم ها، یه قسمتی از اون شرکت رو صاحب میشید.
پس افراد با خریدن سهام میان یه قسمتی از یک بیزینس رو صاحب میشن. مثلا اگر شرکت X 100 سهم داشته باشه، شما با خریدن یکی از اون سهم ها صاحب 1% از اون بیزنس میشید و اگر هر 100 سهم رو خریداری بکنی، شما صاحب 100% اون شرکت هستید. صاحب اون شرکت بودن به این معنیه که شما توی سود و ضرر اون شرکت هم سهیم میشید. یعنی اگر اون شرکت سود بکنه، خب ارزش اون سهم شما هم به مراتب به نسبت اون زمانی که شما خریدید افزایش پیدا میکنه، چون شرکت ارزش بیشتری پیدا میکنه. و اگر شرکت ضرر بکنه، حالا خیلی ساده ما این رو داریم میگیم، ممکنه ارزش اون سهمی که شما خریدید توی بلند مدت کاهش پیدا بکنه. ولی نکته ای که ما با هم بهش رسیدیم اینه که ما با خریدن سهام یه چیز فضایی نمیخریم. ما داریم یک قسمتی از یک بیزنس رو خریداری میکنیم و به همین دید ما باید بهش نگاه کنیم. خریدن سهام مساوی است با خریدن یک قسمتی از یک بیزنس، که اون بیزنس اگر سودده باشه، شما ارزش سهامتون افزایش پیدا میکنه. اگه ضررده باشه، ارزش سهام شما کاهش پیدا میکنه. پس از اینکه یه دید کلی به بازار سهام پیدا کردیم، نوبت اینه که از خودمون بپرسیم ما اصلا چرا بریم پولمون رو توی بازار سهام وارد بکنیم؟ چرا نریم ملک بخریم؟ چرا نریم طلا بخریم؟ چرا نریم کارهای دیگه بکنیم با پولمون و سرمایه گذاریمون رو تو بازار سهام انجام بدیم؟ دلیلی که وجود داره قابلیت های متفاوتیه که بازار سهام به شما میده. از قابلیت نقد شوندگی گرفته تا قابلیت این که شما این توانایی رو پیدا میکنید که سرمایه‌تون رو بین چند تا بیزینس تقسیم بکنید یا دایورسیفای بکنید، که من این دو نکته رو سعی میکنم یه کوتاهی دربارشون توضیح بدم تو این ویدیو. اولین نکته که بهش اشاره کردیم بحث نقد شوندگی این بازاره. شما دو تا بازار مختلف ملک، ریل استیت و بازار سهام رو اگر ما بخوایم با هم دیگه مقایسه بکنیم و ببینیم که تفاوت نقد شوندگی توشون چجوریه، شما زمانی که یک ملک رو میخرید، اولا که خب یه پروسه طولانی برای خرید اون ملک باید انجام بدین و زمانی هم که میخواید اون رو بفروشید، همین پروسه رو باید تکرار بکنید. یعنی باید احتمالاً با یه مشاور املاک در ارتباط باشید برای خرید ملک و همینطور برای فروش اون، و حالا یک پروسه طولانی برای خرید و فروش اون انجام. این پروسه اگه بخوایم مقایسهش کنیم با بازار سهام، پروسه‌ای که شما لحظه‌ای که تمایل پیدا میکنید، تصمیم میگیرید یه سهم رو بخرید، فاصلتون با خریدن اون سهم احتمالاً چند دقیقه بیشتر نخواهد بود. یعنی یه پروسه خیلی سریع خواهد بود. و همینطور زمانی که شما تصمیم میگیرید اون سهم رو بفروشید، میتونید تو چند ثانیه احتمالاً اون سهم رو بفروشید و تبدیل به پول بکنید این سرمایه‌تون رو. این قضیه میتونه توی زمینه‌های مثبت باشه و توی زمینه‌های منفی باشه. بعد منفی این قضیه هم این هستش که اگه شما خیلی آدم احساسی باشید، زمانی که مثلا سرمایه‌تون یه مقداری کاهش پیدا بکنه، ممکنه ترس سراغ شما بیاد و سریعا شروع بکنید به اون سهم رو فروختن، که حالا اگر دید بلند مدتی داشته باشین احتمالاً کار اشتباهیه. دومین نکته‌ای که من میخواستم بهش اشاره کنم و شاید برای خود من اصلی ترین دلیلی باشه که من بازار سهام رو به سرمایه گذاری تو همه بازارهای دیگه ترجیح میدم، بحث قابلیت دایورسیفای کردن اون سبدیه که شما، اون پورتفولیویی که شما دارید. ببینید شما زمانی که میرید یک ملک رو میخرید، خب خرید ملک خیلی چیز خوبیه، خیلی ما میدونیم، ولی سرمایه‌تون رو متمرکز میکنید توی یه نقطه. چیزی که ما همیشه شنیدیم و نکته خیلی مهمیه اینه که میگن اگه چند تا تخم مرغ داری، سعی کن تخم مرغ‌ها رو توی سبدهای مختلف بچینی. این سبدهای مختلف چیدن کاریه که توی بازار سهام شما میتونید راحت تر انجامش بدید و با سرمایه، مثلا فکر کنید اگر شما 100,000 یورو سرمایه‌تونه، این 100,000 یورو رو میتونید تبدیل بکنید، مثال میزنم، به یک آپارتمان. ولی وقتی میخواید وارد بازار مثلا سهامش بکنید، میتونید توی سبدهای مختلف، توی شرکت‌های مختلف، توی جاهای مختلف بگذاریدش و این ریسک سرمایه گذاری رو برای شما میاد به طور قابل توجهی کاهش میده، این بحث دایورسیفای کردن.
من میخواستم توی این ویدیو درباره کامپاوند اینترست یا رشد ترکیبی و سود ترکیبی سرمایه هم یه مقدار توضیح بدم، ولی چون ویدیو خیلی طولانی میشه سعی میکنم توی ویدیوهای آینده درباره این قضیه صحبت بکنم و اهمیت اون و دید بلند مدتی که شما میتونید به سرمایه گذاریتون داشته باشید و سودی که توی بلند مدت از اون کسب بکنید رو توی اون ویدیوهای آینده سعی میکنم توضیح بدم. خیلی ممنونم که به من گوش دادید، باعث افتخار منه. اگه سوالی دارید میتونید از من بپرسید و من سعی میکنم به همه سوالا جواب بدم. وقتتون بخیر باشه.